دوست گرامی، آیا بار در این باره اندیشه نموده ای؟ آیا بار فکر کرده ای که نزدیکترین راه رسیدن به خداوند کدام است؟ اگر فکر نکرده بودی و یا فکر کردی ولی آن را پیدا نکرده بودی، این لحظه برایت خواهم گفت. دوست عزیز، سفر به محضر لطف خداوند و کوتاه‌ترین راه رسیدن به رضای او تعالی قائم شدن برای جای نماز است. آنگاه که وضو میگیری و با شستن هر عضو گناهی با آن عضو انجام یافته‌ات محو میگردد و هم جسم و هم روحت پاک شده نزد خداوند پاک و منزه و گفتگاه حاضر میشوی. این نزدیکترین راه رسیدن به رضای حق تعالی است. بله، گفتم آنگاه که به گفتگوی خداوند حاضر میشوی. خطا نکردم، عمدن گفتم، زیرا نماز این گفتگو با خداوند است. نماز معراج مسلمان است. بنده با ادای نماز به سحر ملکوت به عالم ملائک سفر میکند و با حالت دیگر دوباره به عالم آدمیان برمیگردد. زندگی چه بسا دشوار است اگر در آن نماز نباشد. دنیا چه بسا تنگ و تاریک است اگر این لحظه های زیبا، لحظه های خلوت با خدا در آن نباشد. قلب چه بسا سنگین میگردد اگر نزد خالقش سجده نکند. نماز چه بسا درمان مفید است. جراحت های روح ما را که در تلاطم همه روزه روزگار مجروح میگردد درمان میکند. نماز دیدار با خداوند است. خالق یکتا همه روزه 5 مراتب ما را به نزدش دعوت کرده است. ای نفری که تا امروز در نماز سستی داری، اگر تا امروز احترام نماز را به جای نآوردی، احترام آن ذاتی که در نماز دیدار اوست به جای آور. دعوتش را پذیر، به دیدارش حاضر شو، زیرا تو به آن نیاز داری. او ذات مقتدر و بی‌نیاز است. دوستی عزیز، سعادت و خوشبختی تنها یک راه دارد، راه نزدیک شدن به مولا. همه عبادت ها در روی زمین فرض گشتند، اما نماز در آسمان فرض شد. یعنی عبادت آسمانی است تا قدر تو را همچون آسمان بلند سازد. آسمانی است تا تو بنده زمینی را آسمانی گرداند. نماز گنج است نه رنج. نماز رحمت است نه مشقت. نماز شکر بر نعمت هاست، وفا بر وعده هاست. در نماز محو گناهان است و پیوستن به نیکان. نماز راه مستقیم است و رکن دین مبین. همین کافی است که نماز فرمان خالق تواناست و دیوار فرق کننده میان کافر و مسلمان. نماز عملی است که خداوند حساب بنده را در آخرت از آن آغاز میکند. یعنی نماز اول پرسش است. اگر حسابات بنده از نمازهایش بخیر باشد، بقیه حساباتش بخیر خواهد شد. ولی اگر در حساب نمازش نقص باشد، بقیه اعمالش او را شفاعت نخواهد کرد. دوستی عزیز، پایبند نمازهایت باش تا رستگار شوی.